یک برادر با نام عمر خطب: جناب کبیری، اگر مردم قیام کنند شما میتوانید از مردم دفاع کنید تا رحمانوف این مردم را نکشد و مردم باز قربان نوبتی رحمانوف نشود. دوستی عزیزم، وقتی که ملت خیست، ملت احساس کرد که دیگر باید عمل کند، دیگر نباید در فکر آن باشد که رحمانوف میکشد، زندانی میکند. البته ما باید فکر کنیم، چاره ها را ببینیم و من مطمئنم که نه تنها من، نه تنها ما در پیمان یا دیگر شخصانی که مسئولیت امروزه را دارند، حتما چاره های فکر کردن و خواهند کرد، بدون آن نمیشود. اما هیچ مبارزه بدون قربانی نشده است. ما باید تمام کار را کنیم که حتی یک قربانی هم نشود، حتی یک جا هم خراب نشود بدون خشونت. اما وقتی که اگر رحمانوف این جنایت را کرد، مثل بعضی جنایتکاران دیگر در منطقه که الکی شروع شد به جواب دادنشان برای این حادثه جنایت اندیجان، کریموف که مرد ولی روح او، تمام اون حکومت او، سیستم او جواب خواهد گفت. الکی ملت طلب کرده ایستادن. اگر مبادا رحمانوف باز این جنایت را کردنی شود، اولش که من باور دارم ملت جسور و شجاع تاجیک دیگر اجازت نخواهد داد. بعدا اون میلیسیونر و کارمند امنیتی و کارمند وزارت قدرتی که با او رحمانوف این سپارش جنایتکارانه را خواهد داد، این را اجرا نخواهد کرد. اگر کرد اونم جنایت کرده است. من باور دارم که در صف ارتش، در کمیته امنیت، در میلیسیای تاجیکستان هنوز هم هستند جوانمردان ملی، هنوز هم کسانی که دلشون به این ملت میسوزد. اگر وقتی که مردم قیام کرد، پس بدانید محترم گنرال ها، محترم وزیرها، من اون دو وزیر را در نظر ندارم که اونها در جنایت شریکند، وزیرهای دیگر، محترم میلیسیونر و کارمندان ارتش، بدانید که این فرزندان شما هستند که تظاهرات میکنند، پدر و مادر شما هستند، اینا در غم شما هم هستند. اگر رحمانوف جنایت نمیکرد، امروز شما گنرال ها را از دست نمیدادید، زن و فرزند خیلیاتون نجات میافت. امروز وقتی اون رسیده است که در پهلوی ملت باشد. من با استفاده از سوال این برادر از شما هم خواهش میکنم که بیاید دیگر نسبت مردم ظلم نکنید، از این بیشتر در پهلوی مردم باشد. اون روز و ساعت که قرار رسید مردم قیام کرد و این جنایتکار را از سر ملت دور کرد، بدانید که شما هم همچون قهرمان ملت در آینده اعتراف خواهید شد. مردم از شما قدردانی خواهد کرد. در تمام کشورهایی که انقلاب‌ها مصالحت آمیز بودند، مردم توانست با قیام بدون خشونت حکومت را عوض کند. قهرمان‌های اساسی میلیسیونرها بودند، کارمندان امنیت بودند، ارتش بود. علیه ملت خود تیر نپراندند. اما اگر شما دست به جنایت زدید، بدانید که دیر یا زود ملت این جواب جنایت شما را خواهد داد و من امید دارم که شما این کار را نخواهید کرد. خب یک نفر دیگر با نام موعظ عالمی نوشته، سوال داشت که خیر امام علی پاس را خالی کرد، کی می آید در اون اقلیمی که همه کل دادر کوهیان؟ دوستی عزیزم، نباید ناامید باشه که در تاجیکستان دیگر کادر نیست، ملت دیگر فرزند ندارد. اگر رحمان گفت دیگر هیچ کس نمیاد. من پیشتر گفتم که در اینجا مکانیزمی عملی بعد از رحمانوف چیکار باید کرد و نمیگم. این رو باید در صحبت‌های بعدی و بعد از مشورت با نخبگان ملت باید انجام داد. اما مطمئن باشد که این جای خالی نخواهد ماند. الکی ملت لیدرهای خود را پیدا کرده ایستاده است. این لیدرها در بین مهاجرین پیدا شده ایستادند، شما دیده ایستاده. این لیدرها در بین جامعه شهروندی پیدا شده ایستاده است. من اون دخترکان جوان در سوخت، اون جامعه شهروندی در دوشنبه، در بدخشان، اینها لیدر هستند. هر کدام اینها میتواند وزیر باشد. وقتی که در چنین لحظه بحرانی میتواند یک جوان مدیریت کند که ده ها صدها هزار نفر را نه از بودجه دولت بلکه از حساب مردم بخوراند و بپوشاند، یک وزیر کردن نمیتواند، جای این نفر یک وزارت است. حکومت ملی را این نفرها پر خواهند کرد، از حساب متخصصانی که در خارج هستند، از حساب مهاجرین، از حساب کسانی که در امروز در حکومت هم کار کرده ایستادند ولی مجبور هستند که حرفای غلط رهبریت را تکرار کنند. برای همین دوستی عزیزم مطمئن باشید که این ملت به صاحب نخواهد ماند و حتما کادرها پیدا خواهند شد.